بهترین هوش مصنوعی رایگان برای ساخت عکس رو نامحدود استفاده کن. هوش مصنوعی گوگل به صورت رسمی امکان ساخت و ادیت عکس رو رایگان و نامحدود در اختیارمون قرار داده و نیاز نیست سراغ ابزارهای هوش مصنوعی دیگه‌ای باشیم. بزن بریم. خب برای شروع وارد آدرس labs.google میشیم و روی گزینه اکسپریمنت میزنیم. تو صفحه اول فلو برامون اینجا کریت ویت فلو رو میاره که روش کلیک میکنیم تا وارد ساخت یه پروژه جدید بشیم. اینجا نیو پراجکت رو انتخاب میکنیم تا وارد خود ابزار و محیط فلو بشیم. اینجا دو تا قابلیت برامون قرار داده. فلو در ابتدا فقط امکان ساخت ویدیو رو برامون فراهم میکرد، نسخه های مختلف وئو گوگل. اما الان تو بروزرسانی اخیری که گوگل اومده انجام داده امکان ساخت عکس رو هم برامون فراهم کرده. این بالا اگه نگاه کنیم ویدیو و ایمیج رو داریم، هر دوتاش رو میتونیم انتخاب بکنیم. من برای پروژمون یک دونه اسم انتخاب میکنم و شما هم بهتره اگر میخواین پروژه های مختلفی داشته باشین حتما اسم انتخاب کنید. ایمیجن رو میذارم، یعنی جنریشن عکس، و اینجا اگر نگاه کنیم کریت ایمیج برامون فعال میشه وقتی این بالا ایمیج رو بزنیم. اگرم ایمیج رو نزده باشیم اینجا میتونیم تو این منو گزینه‌های مختلف رو ببینیم و ازشون استفاده بکنیم. تکست تو ویدیو داریم، فریم تو ویدیو داریم، همپیوندی استفاده از انگریدینت تو ویدیو یعنی چند عکس رو تبدیل به ویدیو کنه، و کریت ایمیج. این سمت هم اگه نگاه کنیم خود گوگل اومده نسخه نانو به نانوی پرو رو اینجا برامون به صورت پیشفرض قرار داده. روی این منو اگر بزنیم تنظیمات میتونیم به صورت لندسکیپ یا عمودی عکس هامون رو انتخاب کنیم، تعداد خروجی هامون رو انتخاب کنیم که 1 تا 4 تا باشه و مدلمون هم نانو به نانوی پروه. نکته این موضوع قبلا نبود، الان هر تولید عکس از ما 0 کردیت کم میکنه، یعنی هیچی. در اکانت های رایگان شما وقتی وارد فلو میشین به شما 100 تا کردیت میده که با این 100 تا کردیت شما میتونید 5 تا ویدیو رو تولید کنید. اما برای استفاده از نانو به نانوی پرو از شما هیچ کردیتی کم نمیکنه. یعنی خود گوگل اومده بهترین هوش مصنوعی که الان در حال حاضر وجود داره برای ساخت و ادیت عکس رو به صورت رایگان و نامحدود خودش برامون در اختیارمون قرار داده. پس نیاز نیست سراغ سایت و ابزارهای دیگه‌ای بریم. الان بریم قابلیت‌های نانو به نانوی پرو رو با همدیگه تست کنیم. من تو اولین گام بهش پرامپت میدم که برامون از روی پرامپت یه عکس رو بسازه. ازش درخواست میکنم یه عکس ایزومتریک 3 بعدی از شهر تهران رو برامون تولید کنه. پرامپت رو براش میفرستم و منتظر میشم تا عکسمون رو آماده کنه. سرعت تولید عکس هم خیلی بالاست و زیر 30 ثانیه تقریبا این کار رو انجام میده. خب عکس‌های ایزومتریک تهران رو برامون آماده کرد. 2 تا نمای 2 تا شات مختلف از تهرانه، چون ما 2 تا خروجی ازش خواسته بودیم. نمادهای تهران مثل برج میلاد و برج آزادی رو هم برامون گذاشته. من اگر روی عکس کلیک کنم همینجا قابلیت دانلود رو هم بهم میده. اینم کیفیت بزرگ و نمای بزرگ عکسمون. حالا نکته خیلی خوب و جالب ماجرا اینجاست. ما قبلا اگر با هوش مصنوعی عکس می ساختیم برای ادیت و ویرایشش مجبور بودیم پرامپت مجدد بدیم. بگیم آقا این عکس رو بساز و اینجا رو برامون اصلاح کن. اما یه اتفاق می افتاد. اون اتفاق چی بود؟ این بود که برای ما یه عکس جدید میساخت و ما کنترل و قابلیتی روی عکس نداشتیم. اما گوگل با نانو به نانوی پرو این مشکل رو برامون حل کرده. ما همینجا توی همین عکس میتونیم ویرایشمون رو انجام بدیم. بیایم با همدیگه بریم انجام بدیم. من دور این تاریخ و دمای هوا یه دایره میکشم و براش میخوام تاریخ و دمای جدید رو بنویسم. براش می نویسم تاریخ و نما اصلاح شود 20 فروردین 1405، دما 23 درجه و براش میفرستم تا عکس رو برام ویرایش کنه. این بالا اگر نگاه کنیم تو منوی بالا عکسی که داره برامون ویرایش میکنه رو اینجا نشون میده. خب برامون ویرایش رو انجام داد. روی گزینه دانلود میزنم. فقط من یه اشتباهی کردم. دور اون جایی که خط کشیدم برای ادیت متن نبود، برای حذف کردن بود. اومده 20 فروردین 1405 و دمای 23 درجه رو اضافه کرده، اما این خط کشی که من داشتم هم رو تصویر مونده. حالا بعد اینو بهش بگم که حذف کنه.
بهش میگم خط قرمز را حذف کن. برای ادیت و ویرایش عکس لازم نیست پرامپت های خیلی عجیبی بنویسیم. حالا ممکنه برای ساخت عکس های حرفه‌ای بخوایم بسازیم یا انیمیشن بخوایم بسازیم نیاز باشه که بریم از سیستم مهندسی پرامپت استفاده کنیم که من یه ویدیوی کوتاه هم ناظر به این موضوع دارم، میتونین اون رو هم ببینید. اما برای ویرایش ما میتونیم به فارسی و راحت براش بنویسیم اون درخواستی که داریم رو. خب عکس رو برامون آماده کرد، دوباره دانلودش بکنم تا در سایز بزرگم ببینیم. بله خط قرمز رو هم حذف کرد. خب بریم یه تست دیگه هم ازش برای ساخت عکس بگیریم. من دوباره بهش یه پرامپت میدم، میگم یه شخصیت کارتونی به سبک پیکسار برام باشه، یه دختر ایرانی که در حال خوردن چلو کباب لقمه است. ببینیم فهمش از غذای ایرانی برای ساخت این عکس ها چیه. براش میفرستم و منتظر میشم تا عکس رو برام بسازه. من اینجا فکر کنم دستم خورده رو ساخت یکی گذاشتم که حالا باید رو 2 برگردونم. حالا اشکال نداره این یکی رو یکی بسازه تا ببینیم چی برامون آماده میکنه. خب عکس رو برامون آماده کرد، یه دختر ایرانی در حال خوردن چلو کباب. نکته باحال ماجرام اینه که قشنگ اومده کره، گوجه، سماق و کوبیده رو با برنج ایرانی توی فضای خونه اومده برامون گذاشته و خیلی قشنگه. خب حالا ممکنه این سوال براتون پیش بیاد، آقا عکسی که برامون ساخته رو هم همینجا میتونیم تبدیل به ویدیو بکنیم؟ بله این امکانش هست. ما 5 تا ویدیو رو میتونیم به صورت رایگان با هر حساب گوگلمون انگار بیایم به صورت ماهانه بسازیم، یعنی هر ماه شارژ میشه. حالا بعضی از حساب‌ها اعتبار بیشتری بهشون میده ناظر به کشوری که هستن، ولی حداقل کفش 5 تا ویدیوه. ما همینجا اد تو پرامپت رو میزنیم تا عکسمون رو بیاد برای تبدیل شدن به ویدیو اضافه کنه به گالریش. اینجا فریم تو ویدیو رو میزنیم، خروجیمون هم میتونیم اینجا انتخاب بکنیم، سایزمون هم افقی یا عمودی. این هم پیش‌فرض روی ووتری فسته که از ما 20 تا کردیت کم میکنه. پرامپتمون رو براش میفرستیم و منتظر میشیم تا ویدیو رو برامون تولید کنه. تقریبا تولید ویدیو توی فلو زیر 1 دقیقه طول میکشه. الان جنریت و تولید عکساش هم دیدین کمتر از 30 ثانیه هست. خب ویدیو رو برامون آماده کرد، پلی کنیم و ببینیم خروج کار رو. آدم هوس چلو کبابش میکنه نه؟ خروجی و کیفیت ویدیو چجوری بود؟ تو نظرات برام بنویسید. خب بریم یک دونه عکس دیگه برامون تولید کنه، ولی اینجا دیگه عکس نباشه. میخوایم بهش متن نوشته رو بدیم، یعنی اصطلاحاً بیاد به صورت تایپوگرافی برامون محتوا رو آماده کنه. من اینجا روی کریت ایمیج میزنم تا وارد ایمیج بشم. دوباره اینجام تنظیمات رو این دفعه روی 2 تا میذارم و اینجا یه متن کوتاه رو براش میفرستم و اینجا بهش میگم که یک تصویر وایت بوردی برام بساز، یعنی چیزی شبیه توضیح استادها، و براش میفرستم تا تصویر وایت بوردی رو برام آماده کنه. خب تصویر وایت بوردی رو برامون آماده کرد، اما یه اتفاقی افتاد. اومد اینجا برای ما به صورت انگلیسی داد، با اینکه متن من فارسی بود اما اومد خروجی رو به صورت انگلیسی داد. من همینجا میخوام بهش بگم که آقا متن رو فارسی کن، ببینم برامون انجام میده یا نه. براش نوشتم همین عکس متن نوشته رو فارسی کن و براش میفرستم تا برام ادیت کنه. خب برامون انجام داد. عکس رو هم دانلود کنیم تا با کیفیت بالا ببینیم. بله متن رو به صورت کامل و درست اومده برامون فارسی کرده. راهنمای کسب درآمد با هوش مصنوعی. قشنگ هم هست مدل وایت بوردیش، حتی وایت بوردش هم اینجا یکم قدیمی هم هستش. بریم یه تست دیگه هم باش بگیریم. الان خیلی معروف شده که میگن نانو بنانا تشخیص سن رو داره، یعنی از روی عکس ما میتونه سنمون رو تشخیص بده. من الان براش یه عکس بارگذاری بکنم، مثلا همین عکس رو براش انتخاب میکنم و بارگذاری میکنم تا ببینم تشخیص سن رو چجوری انجام میده. میگه که عکست رو میخوای به صورت عمودی باشه یا افقی. من حالا میام سایز رو اینجا چون عکسمون عمودیه پورتره انتخاب میکنم، کراپ اند سیو میزنم و براش پرامپت هم رو میفرستم که سن تخمینی رو بگه. امیدوارم که خیلی سنمون رو بالا نگه. البته دیگه با این شرایط آدم هر روز متاسفانه پیرتر میشه به نسبت دیروز. فقط من نمیدونم چه اتفاقی میفته، هر دفعه میام خروجی رو روی یکی میذاره خودش. شما بهم یادآوری بکنین که خروجی رو روی 2 تا تنظیم کنم. اوه 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 اوه
چه سنی؟ حاجی پیر شدیم رفت. ما رو 48 سال اومده تشخیص سن داده، تقریبا یه 12 سالی بیشتر. خطوط ریز و چروک ها، نشانه های پیری اطراف چشم، بافت الاستیسیته، حجم صورت و افتادگی، تون پوست و رنگدانه ها. خیلی خوب، اینم سن ما. بریم ویرایش عکس رو با عکس مرجع که اینجا عکس خودمون هست رو مجدد امتحان کنیم. بهش بگیم یه عکس پرسنلی برامون بیاد ویرایش کنه. آخ مجدد یادم رفتش که خروجی عکس رو روی دوتا بذارم. بهتون گفتم یادآوری کنین، چرا یادآوری نکردی؟ خب عکس پرسنلی رو برامون آماده کرد. البته من چون عکسم به صورت عمودی بود، اینم خروجیش عمودیه. خب شما میتونی دیگه کاتش بزنی و کراپش بکنی. واقعا این قیافه به 48 سال میخوره؟ خداییش نه. خب یه ویژگی مهم دیگه ای که ما میتونیم اینجا استفاده کنیم و خیلی خوبه، من این عکس رو ببندم و بریم یک صفحه جدید باز کنیم. اینجا دیگه این دفعه میذارم روی 2. دم شما گرم که یادآوری کردین. اینه که نانو به نانای پرو قابلیت جستجوی لحظه‌ای وب رو داره. یعنی چی؟ من الان اینجا براش یه پرامپت می‌نویسم، میگم آقا برای من یه اینفوگرافیک فارسی طراحی کن کیفیت بالا. حالا فرمتش هم اینجا 1:1 نوشتم، ولی سایز رو میذارم روی افقی به جای عمودی، که پیشبینی نرخ و قیمت طلا و ارز در بازار ایران در سال 1405 رو داشته باشه و اینو براش میفرستم. یعنی بیاد برای ما یه پیشبینی رو انجام بده. چه کار میکنه؟ میره توی فضای وب میگرده، تحلیل ها رو بررسی میکنه، مبتنی بر تحلیل ها میاد برای ما یه اینفوگرافیک تولید میکنه. بریم ببینیم خروجیش چی شد. خب 2 تا خروجی برامون تولید کرد. تو پرامپتا که ما نوشته بودیم سایز مربع، اومده مربع رو گذاشته و پشت سرش رو بلور کرده. اینم که به صورت افقی برامون تولید کرده. یه توضیح دیگه من خدمتون بگم، اگر اینجا روی گزینه دانلود بزنید میتونید کیفیت عکستون رو آپ اسکیل کنید. اکانت های رایگان تا کیفیت 1K، پرو 2K و اکانت هایی که اولترا هستن 4K. یعنی عکس رو میاد با کیفیت بالاتر بهمون میده. الان هم اگه دقت کنین عکسی که دانلود کردیم 2.5 مگه. من روش باز کنم پیشبینی قیمت طلا و ارز در بازار ایران در سال 1405. حالا خدا رو شکر اینجا دیگه قیمت نداده، چون قیمت هم اگه میداد معتبر نبود، چون ممکن بود الان قیمت تغییر کنه. تحلیل روندهای جهانی، اخبارها، فناوری‌های مالی، مدیریت ریسک و صبر رو هم اومده گفته. اینم یه تست اینفوگرافیکی بود که با نانو به نانا رفتیم برای تولید اینفوگرافیک با هوش مصنوعی. برگردیم به نانو به نانا و اینجا یکم کار رو براش سخت‌تر کنیم. من دوباره همین عکس رو براش بارگذاری کنم و اینجا بهش بگم که نصف چهره رو بیا تبدیل کنه به ترمیناتور 2. ببینیم این کار رو چجوری میتونه انجام بده. یعنی ادیت عکسمون رو با هوش مصنوعی نانو به نانا بر اساس یه کار سخت‌تر پیش ببریم. خب اینجا به همون خطا داد، میگه عکس رو نمیتونم جنریت کنم. مجدد امتحان کنیم ببینیم آیا به خاطر پرامپتمونه یا اینکه محدودیتمون کلا تموم شد. این همه داریم براش ویدیو میسازیم. نه شوخی میکنم، محدودیتش که خود نانو به نانا گوگل اعلام کرده شما میتونید به صورت رایگان و نامحدود تو فلو استفاده کنید. یه توضیح هم بدم، اگر اکانتتون پرو هست تا روز 200 تا عکس رو میتونید تو نانو به نانا آپ اسکیل کنید به فرمت 2K و این خیلی خوبه. ما 200 تا عکس رو معمولا نیازمون نیستش برای که کیفیتش رو ببریم بالا. حتی اگر بخوایم با هوش مصنوعی هم انیمیشن بسازیم، ویدیو هم بسازیم، به این تعداد نیاز نداریم مگر یه کار بلند سینمایی باشه. خب عکس رو برامون خروجیشو گرفت، دانلودش کنیم تا به صورت تمام صفحه ببینیم. نصف صورت رو اومد حالت تقریبا می‌خواستیم ترمیناتوری باشه اما خیلی خوب در نیاورد. اینم یه ویرایش، اما دقیقاً فهمید بینی، لب و دهان، حالت چشم و گوش و همه اینها رو اومده رعایت کرده. یه ویرایش مجدد رو هم با یه کار سخت‌تر باش بریم، عکسمون رو بارگذاری می‌کنیم، بهش پرامپت رو میدیم. تو پرامپت نویسیم که عکسمون به صورت تعجب آمیز باشه و ترکیبی از نقاشیایی که وسطش به صورت رنگی پاشیده شده باشه چهرمون تغییر کنه. خب عکسمون رو برامون آماده کرد، یه کار باحال رنگ پاشیده شده با حالت تعجب انگیز که این هم یه ترکیبی از حالت خودنویسه.
یه تست دیگه هم بگیریم، این که بهش بگیم آقا از عکس ما بیاد چند تا شخصیت رو بسازه، چون حفظ چهره و کاراکتر و ثبات شخصیت یکی از نیازهای ضروری و همیشگی ماست برای ویرایش عکس ما. من اینجا دوباره عکسی که داشتیم رو بارگذاری میکنم و پرامپت رو براش مینویسم. خب عکس رو برامون آماده کرد، چندین چهره و شخصیت از خودمون رو ساخت. عکس رو دانلود میکنیم تا ببینیم خروجیش چجوری شد. خب چهره اصلی که کاراکتر خوبه، تو اینجا اومده عینک رو ورداشته و لباسهای مختلف و تم ایستادن رو ترکیب کرده. نوشته مانتیکس ای آی رو هم که داره. خیلی هم عالی. پس ما ثبات چهره و شخصیت رو 100% توی نانو به نانا داریم و نیاز نیست که بریم سراغ ابزارهای دیگه. حالا دوباره من بهش عکس رو بدم و برای ادیت عکس با این هوش مصنوعی رایگان گوگل یه تستی رو انجام بدیم. چه تستیه؟ که بیاد هم عکس رو برامون ویرایش کنه، هم برامون همزمان متن نوشته رو روی عکس بذاره. خب ترکیبی از ویرایش عکس و تایپوگرافی رو هم اینجا با هم دیگه می‌بینیم. روی عکس میزنم، الان تمام متنی که بهش دادیم رو به صورت کامل و درست اومده پیاده کرده. بله، من هیچ خطایی رو نمیبینم. روی کاغذ عکس رو هم اومده برامون ویرایش کرده. خب پس با همدیگه انواع ساخت عکس با هوش مصنوعی نانو به نانا و ادیت عکس رو رفتیم. الان هم تو همین ویدیو با همدیگه دیدیم که این قابلیت به صورت رایگان و نامحدود در اختیارمون قرار داده شده. یعنی نیاز نیست برای استفاده از نانو به نانای پرو سراغ ابزار دیگه‌ای بریم یا هوش‌های مصنوعی دیگر رو استفاده کنیم. اما ممکنه براتون سوال باشه که آقا من میخوام با همه قابلیت‌های نانو به نانای پرو آشنا بشم. من براتون یه ویدیوی مرتبط هم آماده کردم که دعوت میکنم اون رو هم ببینید. موفق باشید.